عزیزم ما قرار نبود پولامون رو جمع کنیم؟ چرا؟ این چیه خریدی؟ فوفوه چایمو فوت میکنه. این آپشن تو انسان فریه ها. عزیزم این چیه تو همون؟ اون دستتو بگی زیر پشته. جا صابونیه. چرا کفتر باید کف دستم بره؟ عزیزم این چیه روی این؟ بیل چرا؟ چراغو خاموش میکنه. خب بگو من خبرم پا میشم خاموش میکنم پولای منو اینجوری نریز تو جو. چیه چرا بچه آب سرد کن خریدی؟ سلار واتر میریزم توش راحت. ماسک آبرسان باربی خریدم. پول مفته دیگه. قرار نبود این شکلی باشه. شبیه باربی شدی که از اعماق جهنم اومده. نخور اون نون نیست. پس چیه؟ اسکاچ نون توسته. خیلی گوگلیه. اصلا اسکات چرا باید گوگلی باشه آخه؟ این چه کثافتیه؟ مشخص نیست شیردون. خب چرا؟ پولام دزدیه مگه؟ این چه کوفتیه؟ الان که هوا سرد شده دیگه نوک دماغ یخ نمیزنه باحال نیست. شبیه دلغک شدم. این چیه؟ تخم مرغ بشکن. بابا این راه بدون هزینه‌ش هم هست به خدا. نه خب اینجوری دستم کثیف نمیشه. این چیه؟ درشو بردار. آلاسکاس چوبش کو. نه آب میریزم توش یخ میزنه میمالم به صورتم فرش میشه. خونه باباتم این هزینه ها میکردی؟ این چیه؟ تشو فشار بده. باتومه برای دفاع از خیش. مگه پاندای کنگفو کاری؟ این چیه تو کیفه؟ عزیزم تولدت مبارک. چیه این؟ پاپوش واکن. این چرا این شکلیه؟ پاپوش زیر تیدار. گفتم تو خونه الاف نچرخی راه میری خونه رم تمیز کنی. بابا روانی بابا لاش خورد دست از سرم وردار. از کنج دیوار برو اونجا هم تمیز شه. ده